سلام علیکم، خسته نباشه. حمید از ایران. ما فقط میخواستم با اونایی که فوش میدن یا حرف بد میزنن بگم واقعا خجالت بکشید. منم یه شیعه هستم. خیلی از زمانی که شما شروع که فوش دادن و حرف چرنده، حالم از شیعه و شیعه‌گری به هم میخوره. اگر ادعا میکنیم که واقعا پیرو علی و 12 امام هستید، چرا فوش میدید؟ منطق، سند، مدرک بیار. همینطور که آقای انصاری، شبکه جهانی وصال. الو، سلام علیکم، خسته نباشید. من جاسم هستم از احوال. اینجا مردم بیشتر هدایت یافتن، الحمدلله. هر روز زنان مردم هدایت می‌یابند. منم یکی از این هدایت یافتگان هستم. و قبلا تو حسینیه ها اینا رو به ما یاد میدن، مثلا یعنی نیاز نیست خدا رو به تنهایی دعا کنی و صدا بزنی. همین که شما به اهل بیت و امام علی صدا کنی و توسل کنی کافیه. خب بعد میگن که قرآن ناقصه. قرآن توسط صحابه ناقص شده و کامل نیست و قرآن اصلی نزد امام علیه که در آخر زمان، یعنی مهدیه که در آخر زمان میاد و قرآن رو به امت میده که دیگه چه لازمه دیگه آخر زمان. قرآن برای هدایت بشره. بعد هم میگن سب صحابه و امهات المؤمنین یعنی اجر هم داره، نه فقط سب، بلکه اجر هم داره. اجرش هم بیشتر از صلوات فرستادنه. و منطقی دیگه هم که دارن، هر چقدر که خودتون رو آزار بدین، اذیت کنید، به خودتون صدمه بزنید، یعنی حسین و امام علی و فاطمه از شما راضی میشه و خوشنود میشه. هر چقدر براشون گریه کنی، گریه‌زاری کنی، با خودتون عذاب بدین، اذیت کنی، ازتون راضی میشه و در آخر براتون شفیع میشن. اینا و چیزایی که به ما یاد دادن تو حسینی‌ها این بوده. و الحمدلله من از برنامه تو که خیلی خوشم اومد و برنامه جالبی و کشف حقیقت شیعه و شیعه ثروتشون، تجارتشون همش با شرکیات بود. هر چی داشتن از همین شرکیات بودن. و این جماعت که شیعه امروزی نسخه پیشرفت شده همین مشرکین مکه هستن. شما الان هر کاری بکنید اینا از اینا بر دست نمیکشن از شرکیات، چون هر چی دارن از شرکیاته. شما سالانه پولهای هنگفتی از دست همین مراقب و قبور که مردم از همه جا برای اینا میان به دست میاد. حاضر نیستن این ثروت و تجارت خودشون رو از دست بدن به هیچ وجه. و شرکیات رو به عنوان این تجارت براشون، اینو تجارت میکنن با این چیزا. و از برنامه خوبتون خیلی ممنونم و خیلی سپاسگزارم. خداحافظ.